إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. در آیات قبلی الله متعال حالات او کسانی که در دنیا رای حقیقت گم کرده بودند، بنده های عاجز معبود خود قرار داده سجده برشان میکرد به فکر ازی که روزی به درد ما میخوره. اما الله متعال منظر عجیبی از واره در دنیا برای ما بیان میکنه که الله برای از فرمان میده که آواز بده و کسایی را که شما شریک جور کرده بودی به گمان خود امرای ما، یعنی بعضی صفات ما را برش ثابت کرده بودی، تمام عمر برای ازوا در آستانشان سجده کرده و سوغاتا و تمام چیزای نفیس و قیمت بها را برای ازوا پیش میکردی. حالا که عذاب شما را فرا گرفته یک چیزی از پیشتان کم میتونه یا نه، یا شما را از عذاب خلاص کرده میتونه یا نه، امور آواز بده. ای بدبختا امون جام در کله و در سرش امی فکر و تصوری غلط موجود است، آواز میدن صدا میکنه، لیکن کیست که صدا را بشنوه؟ عذاب خلاص کردن خو گپی دور است، اما صدا را کسی شنیده نمیتونه. الله متعال میگه ما جای هلاکت وادی جهنم در بینشان حایل میگردانیم، مکالمه و گفتگویشان با هم قطع میشه دیگه، هیچ در بین ازوا یعنی اردو طایفه در جهنم پایین میشه، ام معبودین و ام عابدین، متبوعین و تابعین، اردو طایفه در جهنم میره، در بینشان یک وادی جهنم است. در اینجا الله متعال حالات امی مجرما و گناهگارایی که سالا برای الله متعال سجده نکردن بلکه برای مخلوق عاجز رفتن سجده کردن، وقتی عذاب خدا ببینه یقینشان بیا که آل دیگه گپ خلاص است. یعنی تمامش ما که در دنیا عمر تیر کردیم، سالا مردم ندا زدیم سجده کردیم، کلش اشتباه و غلط بوده، آل میفهمه که در بدری هست. ورأى المجرمون النار فظنوا، میبینه گناهگارا، مراد از مجرمین همون مردمایی هستند که عقیده توحید الله را نداشتند، برای الله عبادت نمیکردند بلکه برای مخلوق عبادت میکردند که در اینجا مشرکینی که به نام مسلمان است هم شامل است. فظنوا انهم مواقعوها، یقین میکنه، اینجا ظن به معنی یقین است، یقین میکنه که امیا افتادنی است در آتش جهنم. چرا اینجا مواقعو کلمه را ذکر میکنه الله متعال که گاهی یا در آتش میفتن آتش ترش بالا میشه و گاهی یا آتش زیر یا بالا میشه، یعنی ما شما قد خله یا مختلط میگیم. الله متعال امی قسم که گاهی آتش ترش بالا میشه گاهی یا سرش بالا میشه. ولم یجدوا عنها مصرفا، نمیابن از امی آتش جهنم مصرفا، جای بازگشت یا راه بازگشت و نجات پیدا کردن نمیتونن. سالای خود سرمایه عمر تلف کردن، به هدر و ضایع ساختن به خاطر ازی که عبادت الله را بکنه، در جای عبادت الله عبادت مخلوق الله را کرده بود. امروز ما ببینیم یک تعداد مردم در مسجد الله به او قدر احترام و تعظیم استاد نمیشه که پالوی قبر یک چیز تا کسی استاد میشن، و این قدر عقیده به این نداره که الله شفاعت دهنده است و تم توقع نجات از او داشته باشه یا خوف و خطر از او داشته باشه، مثل که از یک صاحب قبر مردم داره. از امو خاطر است که عقیده توحید الله تقاضای زیر میکنه که نه او قدر طمع و توقع به او قبر داشته باشی و نه خوفی از او داشته باشی. چرا؟ اگر طمع توقع ثواب و نجات از او داشته باشی یام شرک است، اگر خوف از او داری که اگر مرا ضرر میرسونه یام شرک است. بغیر از الله متعال کسی نفع رسانده و ضرر رسانده نمیتونه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، سوال وارد میشه که مردم ها بیچاره چی گناه دارن؟ حقیقت حال برشان خوازی میشد که مردم رای حقیقت پیدا میکرد. بیچاره از پدر و مادر متولد شدن، پدر و مادرش نمیتور پیر پرست بود و قبر پرست بود، یا قبر پرست و پیر پرست نمیتور باقی باندن. گناه از یا چیست؟ الله متعال میگه نه، ما برشان ادناترین عذر و بهانه را ترک نکردیم، کتاب را روان کردیم که منبع تمام علوم بود، کتاب را روان کردیم که به مجرد تأمل در کتاب همه حقیقتا به انسان واضح و روشن میشه. کتاب را روان کردیم که به مجرد عمل کردن به این کتاب انسان یک انسان درست موحد میسازه. این کتابی که یک
صفحهش بدون دلیل توحید و رد شرک نیست. از امو خاطر موضوع عمده کتاب الله متعال بیان توحید الله است. سه موضوع دیگه بیان اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صداقت قرآن و مسئله آخرت در ضمن ازی بیان میشه که لازمه توحید است. اگر توحید این موضوعات توحید کسی قبول بکنه این چیزا را قبول نکنه باز مسلمان نیست. اصل موضوع توحید بوده. الله متعال برای راهیابی مردم از انواع دلایل، مثالها، مواعظ، داستانهای انبیاء علیهم السلام سابق، اونمو حوادث تلخ و شیرین گذشته ها را الله متعال در این کتاب برای ما ذکر کرده. حالات از واره برای ما بازگو میکنه که مردم به کدام سرنوشت مبتلا شده هنگامی که دعوت انبیاء علیهم السلام نپذیرفتند. زمان سرپیچی از توحید الله کردن، عاقبتشان شوم بوده، بدبخت شدن، تباه و برباد شدن. از دو خاطری مردم امروز هیچ نوع عذر ندارن، چرا کتاب الله همه چیزا را برای ازیا بازگو کرده. از امو خاطر الله متعال اینجا میگه که معبودای ساختگی ازیا هیچ نوع سفارش برشان کرده نمیتونه عالی. چرا در دنیا برای ازیا که قرآن بیان کرده بود که یا در اونجا اختیارات کلش از الله متعال است. در دنیا بعض اختیارات مجازن برای مخلوقی خود الله میده و یا ذریعه امتحان است. بس اوقات شیطانا بعضی کارا را میکنه، مردم گمان میکنه که این را پیر صاحب کرده یا صاحب قبر کرده، حالان که او را جنی و شیطان کرده. از امو خاطر است که او مردمایی که نعوذ بالله در دنیا تمام عمر رای توحید اعلا کرده بود، در شرک رفته بود، امو شعله جهنم اعمالشان است. عمل خودشان شعله جهنم میشه که یادش میسوزه. چرا؟ به خاطری که برای ازیا قرآن آمده بود. الله بیان میکنه ولقد صرفنا فی هذا القرآن، یقینا ما بار بار بیان کردیم و قسم قسم بیان کردیم. اردو معنا را داره، بار بار بیان کردیم، به یک دفعه اکتفا نکردیم. اینجا کمیت و کیفیت اردو مراد است. بار بار هم بیان کردیم و متنوع هم بیان کردیم فی هذا القرآن، در این قرآن کریم. در حقیقت این نتیجه بحثای گذشته است که انبیاء علیهم السلام میایه به مردم دعوت میده. الله اسبابی را برای هدایت مردم مقرر کرده، آماده کرده. این مردم است که اسباب هدایت نعوذ بالله غلط استفاده میکنه، نعوذ بالله در جای غلط یا استفاده میکنه و راه غلط میپیمایه. الله متعال در کتاب خود همه حقیقتا را برملا کرده، زیب و زینت دنیا را، فنای دنیا را، حالات دنیا را و بقای آخرت و راه نجات و هلاکت اردویش بیان کرده. مردم است که غفلت میکنه، مردم است که نادیده میگیره. الله متعال میفرمه ما بار بار بیان کردیم، گوناگون بیان کردیم فی هذا القرآن، در این کتاب. و طور قرآنی که عظمت شانش چقدر بزرگ است، همه علوم در این کتاب موجود داره، آنقدر جذاب و دلکش از مضامین و مطالب ازی که هیچ گفته نمیشه. محتوا و مضامین قرآن کریم موافق با فطرت و وجدان انسانی است، در هیچ جگاه تصادم و تکر با عقل نداره. بلکه اگر کسی کمتر عمل سری کتاب الله کرده، عزت الله برشان نصیب کرده. صحابه کرام مردمی که پراگنده، مردمی که بی فرهنگ و بی دانش و بی سواد، مردمی که سالا در دشتا و بیابانا بغیر از جنگ و جدل دیگه چیزی را ندیده بود، با مجرد رجوع کردن به کتاب الله، الله مو عزت و افتخار و مجد برش نصیب کرد که امروز تمام علوم دنیا از اون مرکز گرفته میشه و همین مردم قابل قدر و قیمت است به نزد الله متعال. اینی مردم بود که قرآن نادیده گرفت. معلوم شد که هرگاه اعراض از کتاب الله متعال شوه، بدبختی خیلی زیاد دوچار مردم میشه. امروز که ما اینقدر بدبخت هستیم به می خاطر هستیم که با قرآن رجوع نمیکنیم. شما دیدی که پوهنتونا مرکز علم است، نه مرکز بحث و مناظره. مرکز علم است، نه مرکز دفاع کردن از تنظیم، نه دفاع کردن از نژاد، از لسان، از سمت، از مذهب. از این گپا نیست. میبینی که پار سالم ضربه دید و این سالم ضربه دید. از دست چی؟ از دست بی علمی است. این جوانایی که یک دم هوش خیلی بیدار داره، چطور شده میتونه بین خود درگیر شوه، یکی دیگر به موضوعات خیالی بزنن، لط کنن و بسته مرکز مواجه به رخصت بسازه. این نتیجه و حالات ماست. علتش چیست؟ که اعراض از کتاب الله متعال است. یک روز در قرآن ننشستن که میفهمیدن که قرآن برای ما کدام درس میده. معیار برای طرفداری و کمربستگی برای ما چیست؟ دین است، یعنی که نجات و لسان و ایگپاسته.
مسلک و منهج است، کدامش هسته؟ ایره باید درک میکردن، لیکن اون نمیبینی حالات چقدر ناگوار و خراب است. الله رحم بکنه. علتش چیست؟ اعراض از قرآن، غفلت از کتابی که الله برای ما، برای هدایت ما روان کرده. از او خاطر عذر و بهانه برای ما دیگه باقی نمانده. اگر ما در شرک میموریم، اگر در جهالت و بدعت میموریم، هیچ کس گفته نمیتونه که برای ما گفته نشده. الحمدلله قرآن رسید به کلگی. یا لایده پس که کسی از حسد و ضد و عناد کار میگیره و حاضر نمیشه، خود کلان میتراشه که ما نیاز به ترجمه قرآن کریم نداریم، با مو علم ناچیزی خود اکتفا میکنه. اخبار خانی را خوانده، اخبار خوانده، میگه که البته قرآن هم خوانده، ما ضرورت به کسی ندارم. کلی گپا خلاص است. و کان الانسان اکثر شیء جدلا. طبیعت انسان، فطرت انسان چیست؟ هست انسان زیاد، اکثر شیء بسیار از چیزا، یعنی در تمام چیزا بسیار از روی جدل است، خصومت میکنه. جدل میگه گفتگویی که به اساس نزاع، یعنی کشمکش و تسلط جویی باشه. تو میخوایی که سلطیت سر از او ثابت بکنی. این جدل دو قسم میشه، یکی جدل محمود است، یکی مذموم است. جدل محمود ای را میگه که روی دلیل باشه، اینطور دلیل پیش میکنی که جانب مقابلی تا قناعت میدی و او را وادار میسازی که دیگه در مقابلت مقاومت نکنه، استادگی نکنه. ای را جدل محمود میگه. جدل مذموم ای را میگه که دلیل نداری و تلاش داری که نظریه خدا، فکر خدا سری دیگه کس تحمیل بکنی، در حالی که اجنا و دلیل امرایت وجود نداره. امروز یک تعداد علما همینطور میکنه، کتاب الله و سنت رسول الله یک چیز میگه، او مردم طرف عقل فلسفه میکشانه، مسائل کلامی را پیش کرده رایسته. او مرد که خود اعتراف میکنی که منبع دین ما کتاب الله و سنت رسول الله است و بازم میری در عقل، بازم میری برای فکر یک شخص، چرا این جدل میکنی؟ این جدل مذموم است. در قرآن کریم طور جدل الله بدیش بیان کرده. اینجا مراد از جدل مذموم است. انسان باید به آمدن کتاب الله نعمت عظیم ای را تلقی میکرد، زانو میزد برای فهم مطالبش و بعد از او در جزی زندگی خود بلست را عمل میکرد. لیکن همی انسان بجز از اینکه انتقاد کنه، چرا او انسان تو را الله متعال پیدا کرده، به این خاطر پیدا نکنه که تو سری مخلوق و پیدایش الله، احکام الله، نظام الله، تقدیر الله، تکوین الله انتقاد کرده بری. تو یک عاجز انسان هستی. زمانی که الله تو را این قدر و قیمت داد، باید حق الله را بشناسی. اما می انسان است که برعکس، بجای از اینکه تسلیم به احکام الله شود و این صفات الله را بپذیره، بگویه که هر حکم الله برای ما منفعت است، سعی میکنی که انتقادا و اعتراضا میکنه. همین انسان است. الله متعال میگه که انسان فقط خصومت کننده است، دیگه گپ یاد نداره. حالی اکثر شیء گفته که بسیار تمام چیزا زیاد چیزش جدل است. این کثرت جدل دو قسم است. یکی به اعتبار کیف است، یعنی جدل کیفی. جدل کیفی ایره میگه قطعی کسی که دلیل گویی میکنی، گفتگو میکنی، حالی دلیلت باید اینقدر با اسلوب شیوه جذاب باشه، قناعت بخش باشه که او مخاطب جلب بکنه، مخاطب قناعتش فراهم بکنه. یعنی با فصاحت و بلاغت، با کلام خیلی چی هسته نرم، با مراعات ادب تو کلام بگو تا که مخالف تو تسلیم شوه به تو. ایره جدل، کثرت جدل در به اعتبار کیف میگه. یکی کثرت جدل به اعتبار کم است. کم ایره میگه که تو یک موضوع را، یک مسئله را به یک نوع بیان نمی کنی، بلکه به انواع متنوع، گاهی به طریق مثال، گاهی به طریق حکایت، گاهی به طریق دلیل عقلی، گاهی به طریق دلیل نقلی، گاهی به اعتبار داستانای امتهای دیگه، سرنوشتشان، عاقبتشان، انجامشان تو بیان میکنی تا که تو این مخالفت بیدار بسازی، یک کمی از غفلت، از خواب غفلت بیدار شوه. این را میگه اکثریت جدل به اعتبار کم، یعنی به اعتبار کمیت که چقدر مقدار جدل داره. انسان طبیعتش اینه میسته. اینجا الله میگه که ما در قرآن تمام مسائل ذکر کردیم. اینجا مراد از مسائل تمام مسائل عقاید، احکام الله متعال، داستانای انبیاء علیهم السلام و قومایشان، موعظه ها و نصیحت هایی که قرآن توسط خود و توسط انبیاء خود برای بندگان خود کرده، مثالای واضح و روشن برای شناخت توحید
و همچنان برای ثابت کردن عقیده میعاد آخرت، دلایل برای اثبات نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم، این کلش در قرآن کریم به طریق مفصل و گوناگون ذکر شده. از او خاطر اینجا مثل معنایش تمام اونمو موضوعاتی که در قرآن کریم وجود داره. لیکن انسان بجای از اینکه رجوع بکنه به این گپا، از او نصیحت بگیره، او را نعوذ بالله اعلام میکنه در طرف دیگه میره. از امو خاطر انسان طبیعتش امی رقم است که همیشه خصومت میکنه، گفتگو میکنه، انتقاد اعتراض میکنه، حالان که حق از این را نداشت. اگر انسان یک کمی تعامل بکنه میدانه که اصل حقیقت کجاست. از او خاطر الله وجهش بیان میکنه که مؤمن که مردم چرا به قرآن تسلیم نمیشه، در حالی که قرآن کریم مشتمل به اینطور مضامینی است که انسان وادار به اعتراف میکنه، چرا بازم مردم رای حقیقت پیدا نمیکنه؟ الله متعال وجهش بیان میکنه که مردم ها فقط دو را خوش داره، چوبی الله دست فرقی سرش بخوره بعد از او اصلاح بشه، بدون چوبی الله یا دیگه اجرا را نمیره. مردم که میگه کسی که خیلی تنبل و غافل و بدبخت باشه، میگه ای آدم دیگه اصلاح نمیشه، راه اصلاحش فقط اینه میسته که را بکوبی، بدون کوبیدن این آدم اصلاح نمیشه. یک تعداد انسان ها همیطور است تا که عذاب الله نبیه، تا که یا خب همیطور شکنجه نشوه و چشم سر عذاب الله را ببینه، باز بعد از او اصلاح شوه. در او وقت که آدم توبه بکنه ایمان هم بیاره قابل قبول نیسته، او بی وقت است. او وقت بیدار شدن انسان ای بی وقت است. چرا؟ الله بری تو قوت داده که قبل از اینکه اینطور عذابا را مشاهده کنی و به اینطور عذابا روبرو شوی، تو باید توسط عقل خود، ضمیر خود، فکر خود امیر درک بکنی که بله راه خوب کدام است، راه بد، راه خوب چی ثمره داره، راه بد چی ثمره داره. این هر کس درک کرده میتونه، به شرطی که کبر و غرور و حسد در قلبش موجود نباشه. الله متعال حالات بیان میکنه، یعنی با وجود اسباب که انسان خب در حرکت میاره، انسان یک کمی بیدار میسازه، انسان چی میکنه؟ خب متوجه میسازه. مثال های گوناگون الله در قرآن بیان کرده، انسان متوجه میسازه، لیکن باز هم مردم ایمان نمیاره. چرا؟ و ما منع الناس، منع نکرده مردم یؤمنو که ایمان بیاره، از جاءهم الهدی، زمانی که هدایت برشان آمد، اسباب هدایت، وسایل راهیابی مکمل برشان تشریح شد. و یستغفروا ربهم، کدام قصور و کوتاهی که از پیششان شده، از دستشان صورت گرفته قبل از آمدن هدایت، آلی باید از او استغفار از الله طلب کنه، بخشش طلب بکنه. قرآن کریم چقدر نکات عجیبه برای ما پیش میکنه. انسان تا زمانی که نشونیده باشه، در کتاب الله ننشسته باشه، راستی هم مرتکب بسیار اشتباهات شده می باشه. ما شما همینطور بود، حالات ما خراب بود، عقیده ما نادرست بود، بدعت ها را می کردیم، معصیت ها برای ما هیچ معلوم نمیشد، از طاعت عبادات الله آگاهی نداشتیم. اما وقتی در پشت کتاب الله متعال نشستیم، یک دم ذهن ما روشن شد، دروازه دنیا و حقیقت علوم برای ما و شما باز شد. پس آلی امو اشتباهات سابقی خود چه رقم تلافی میکنیم؟ الله متعال راهش برای ما بیان کرده. اینطور مردم ها باید بعد از شنیدن کتاب الله، چون هدایت است، باید با اشتباهات سابقی خود استغفار طلب میکردن، پای میبردن که ما والا خطا شده بودیم. لیکنی مردم میگه بازم چی نمیشه؟ ایمان نمیاره. و ما منع الناس، منع نکرده مردم یؤمنو که ایمان بیاره، اذ جاءهم الهدی، در آن وقتی که آمد برشان هدایت، و یستغفروا ربهم، و طلب بخشش بکنه از پروردگاری خود. منع نکرده این مردم را از ایمان آوردن و استغفار طلب کردن، الا ان تأتیهم، مگر ای که بیا طلب کردن یزی را یا خوش داره، ای طلب کردن یزی ان تأتیهم که برشان بیاید سنت الاولین، امو طریقه پیشینا، سری پیشینا که کدام حالت آمد از سری از جان بیا. امتای سابقه خو معجزه ها را طلب کرد از پیغمبر، باز بعد از قدر معجزه را نکرد، ایمان ناوردن، الله بیخکن هلاک کرد. چانه این مردم هم امو انتظار امو سرنوشت داره. او یأتیهم العذاب قبولا، یا عذاب الله رو برویشان بیا که باز ببینه، باز چشمشان واز شوه. اگر این وقت حالی توبه بکنه یا ایمان بیاره، این دیگه محل قبول شدن توبه و ایمان نیست. چرا که ایمان او معتبر است که به غیب باشه. حالی که تو تمام عذابای الله را مشاهده کنی، حالی خود کلگی ای را قبول داره. چرا؟ معتبر ایمان اختیاری است، نه ایمان جبری. اگر الله میخواست جبران کلگی را مؤمن جور میکرد، اما نه، اونجا جنت و دوزخ است. جنت و دوزخ الله متعال تیار کرده به این خاطر که
که کدام شخص مستحق جنت میگرده به اختیار و کدام شخص مستحق جهنم میشه به اختیار. پس این مردم ها آنقدر لجوج و متکبر و مغرور و سرکش است که بجای از اینکه تأمل به مضامین قرآن کریم بکنه، رجوع بکنه، تلافی اشتباهات سابقی خود بکنه، بپذیره، به این قرآن عجزی خود اعلان کنه، خود محتاج فکر کنه به قرآن، شب و روز با قرآن زندگی کنه، در جای از این رای انحراف و رای اعراض زده پیش گرفتن. فقط در یک وجه یا مسلمان میشه که یا است که عذاب الله سرشان بیایه یا سرنوشت امتای سابقه به سرنوشت از وا گرفتار شود. دیگر راه برای از یا نیست. از همون خاطر است که این مردم ها چی است؟ مغرور هستند، ایمان نمیاره. پس از او خاطر الله متعال یا میگه که دو راه برای اصلاح از یا وجود دارد دیگر نه. یکی مبتلا شدن به سرنوشت امتای سابقه، دوم که عذاب الله رو روبرو ببینه. و الله متعال این طور راه اصلاح را انتخاب نکرده. چرا این موضوع جبر میشه یا موضوع علنی میشه؟ در موضوع دیدن علنی عذاب او ایمان اعتبار نداره، کلگی تسلیم میباشه. زمانی که ظالم تو را قطع چوب زده رایسته، قطع کیبل زده رایسته، تو اعتراف میکنی ولو که ناحقم باشه. چرا که در فرق سرت چی میخوری؟ از همون خاطر است که الله متعال در اینجا برای ما حالات این اقوام برای ما بیان میکنه، خاصیتش که یا از وحی آسمانی سرکش و گمراه شده، نه سری از این مردم تبلیغ انبیاء علیهم السلام کار میکنه، تاثیر میکنه، نه درسای عبرتناکی که الله برشان توسط بعضی در زندگیشان بعضی حالات متنوع میاره در او یک کمی به هوش میاد، نه قصه های تاریخ های سابقه سری از یک کدام تاثیری داره. این مردم فقط عذاب الله سرش بیا باز دیگه اصلاح شوه. این طوری مردم دیگه بس خیلی بدبخت است، چرا که الله ضمیرشان محو کرده، ضمیرشان میرانده. وگرنه هر انسان دارای ضمیر بیدار است، هوشیار است، میتونه تفکیک بکنه رای حق و باطل خدا. و ما نرسل المرسلین، اولی پیغمبر علیه السلام الله متعال تسلی میده. پیغمبر علیه السلام خیلی زیاد تلاش میکرد که یا مردم ایمان بیاره، دلایل ارائه میکرد، تبلیغ میکرد، نه وعظ و نصیحت میکرد، لیکن یا خو ایمان نمی آوردن، متکبرین بود، مغرور بود، حسد داشت امرای پیغمبر. ایرا میگفت سیکو یتیم بخیزه ما را هدایت میکنه. بسیار خفه میشد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله متعال برش تسلی میده که پیغمبر وظیفه تو جور کردن مردم نیست که حتما مردم رایاب شوه، این کاری تو نیست، کاری تو بیان. مثل سایر انبیاء علیهم السلام واری یک وظیفه مشخص داری. او وظیفه مشخص فقط بشارت دادن و انذار کردن. او کسایی که دعوت میپذیره خوشخبری را برش بیان کو، و او کسایی که رای دعوت قبول نمیکنه بترسان از عذاب الله تا که حجت سرشان تمام شوه. کاری تو فقط امی قدر است. ای که مردم راهیاب شوه این کاری تو نیست، این کاری الله متعال است. و الله متعال وعده کرده که برای کسانی هدایت نصیب میشه که لااقل انابت داشته باشه، قدم برای هدایت خود برداشته باشه، نه اون مردمایی که الله برشان سرمایه داده سرمایه را غلط استفاده میکنه. و ما نرسل المرسلین، مروان نمیکنه من بی علیهم السلام الا مبشرین، مگر خوشخبری دهنده برای کسانی که دعوت پیغمبران را میپذیره، و منذرین، بیم دهنده و کمال شفقت امو امت خدا از او عذابی که در پیش رو دارن در صورت نافرمانی نقبول کردن دعوت انبیاء علیهم السلام. این وظیفه انبیاء علیهم السلام است. پس وظیفه انبیاء علیهم السلام بیان تبلیغ است، اجبار نیست که کسی را مجبور به ایمان بسازه. حتما تو مومن شو. دوستای ما گاهی اوقات مولوی صاحب من زیاد پدری خدا میگم نمیشه، دیگهش میگم من زیاد کاکای خدا میگم نمیشه. کاری تو بیان است، تو فقط امی مسئولیت داری حجت تا تمام بکو، بعد از هدایت کاری الله متعال است. بله بهترین ذریعه برای هدایت مردم یکی خود به کمال دلسوزی دعوت و تبلیغ توست. در ضمنش دعام بکو، یا الله پدری مرا، کاکای مرا، مامای مرا، الله تو در ضمیرش بیدار بساز، تو در قلبش محبت دین پرتو، ایرا متوجه به دین بساز. دعا و نمو اسلحه است که هیچ نوع اسلحه با این برابری کردن نمیتونه. بس اوقات یک چیزی آنقدر به انسان سخت و ناممکن معلوم میشه که هیچ پرسان نکن، اما وقتی تو مستمر دعا بکنی میبینی که همون مشکل قوی را الله متعال اینطور آسان حل بکنه که تو تصور هم نمیکردی. از او خاطر بهترین اسلحه برای مؤمن دعوتگر دعا هم است. با وصفی که با کمال دلسوزی
در تلاش ازیستی که راهیاب شوه در پالیش دعا کرده برو. و یجادل الذین کفروا بالباطل، مجادله میکنه، نظام میکنه، گفتگوی کشمکشانه میکنه. الذین و مردما کفروا که کافر هستند، بالباطل به طریق باطل، سند نداره، مکابره. لیدحدوا، چرا مجادله میکنه؟ لیدحدوا به الحق، حقیقتا خویا چپه نمیکنه، به خاطری که بلغزانن به توسط همی باطل الحق حقه،